مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اسم 4 نفر هلاک شده در صدمه نیمه دوم روز 21 ایون سال 2023 در نزد طربخانه چمنورو را نشر کرد. متاسفانه در این حادثه یک پدر با کودک 3 سالش نیز جان باختند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی نیمه دوم روز 21 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 17:20 راننده ماشین تمغه BMW حبیبزاده آرزو سال تولدش 1984 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت کوچه سامانی به سمت کوچه کراموف در روبروی بنای طربخانه چمنورو به مقابل سمت حرکت راه برآمده به ماشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره راننده زبیروف یوسف سال تولدش 2001 ساکن پایتخت برخورده است. در نتیجه صدمه راننده مرسدس بنز زبیروف و مسافرانش شریپوف نظام سال تولدش 1993 ساکن شهر دوشنبه، نعمت اللهیف محمد رحیم سال تولدش 1989 ساکن نویه رودکی و فرزند نابالغش نعمت اللهیف محمود سال تولدش 2020 جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. راننده BMW حبیبزاده و مسافرش سلطانوف سوراب سال تولدش 1981 ساکن پایتخت جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. بنا به خبر دیگر وزارت کارهای داخلی صبح بر وقت همان روز 21 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 03:40 راننده автомашین تمغه اوپل استرا اودینایف عبدالرحمن سال تولدش 1994 ساکن نویه حمدانی هنگام حرکت از سمت کوچه کراموف به سمت کوچه سعدی شیروزی در زیر پول روی آهن از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به دیوار یکی از خانه‌های استقامتی کوچه کراموف برخورده است. در نتیجه راننده اودینایف جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می‌روند. تنها در ماه سال جاری بنا به حساب‌ها بر اثر صدمه ها در راه‌های جمهوری تا 40 نفر به هلاکت رسیده. از اول ماه ایون درباره در صدمه ها جان باختن الکی بیش از 20 نفر دیگر خبرها به دست رسیدند.